میشل پلاتینی رهبر اتحادیه فوتبال اروپا و یا اویفا نامزدیش را از سبقت برای کرسی رئیس اتحادیه جهانی فوتبال یعنی فیفا کنار کشید. من نامزدیم را باز پس میگیرم، زیرا وقت برای ملاقات با رای دهندگان و مبارزه با دیگران را ندارم. در صحبت با نشریه ورزشی فرانسه پلاتینی گفت از تلاش برای کرسی رئیس فیفا دست میکشد تا برای حمایت از خودش در دادگاه آمادگی گیرد. ماه دکبر پلاتینی همراه با سابق رئیس فیفا زپ بلاتر به مدت 8 سال از کار در ساحه فوتبال محروم شدند. کمیته اخلاقی فیفا ابراز داشت که سال 2011 با اجازت بلاتر به پلاتینی غیر قانونی 2 میلیون فرانک شویتزری دادند. کمیته خاطر نشان کرده است که آن وقت بلاتر برای بار 4 اشغال نمودن کرسی رئیس فیفا مبارزه می برد. پلاتینی و بلاتر این عیبنامه را رد می کنند. 26 فوریه سال روان انتخاب رهبر نو فیفا دایر خواهد شد. پلاتینی 60 ساله یکی از داوطلب‌های اساسی این کرسی به شمار می رفت. همین طریق برای کرسی رئیس فیفا 5 نامزد تلاش خواهد کرد. شاهزاده 40 ساله اردنی علی ابن حسین در انتخابات سال 2015 هم با زپ بلاتر سبقت کرده در دور نهایی ناکام شده بود. در برنامه انتخاباتی شاهزاده علی پیشنهاد شده است که رهبری یک نفر در فیفا از 2 دور 4 ساله بیش نباشد. همچنان او می‌خواهد که انتخاب کشور میزبان جام جهانی سال 2026 شفاف باشد. یکی از نامزدهای دیگری ناکام در انتخابات سال 2015 جرام شامپین هم نامزدیش را برای رهبری فیفا پیشبری کرده است. 3 نامزد دیگری کرسی رئیس اتحادیه جهانی فوتبال، دبیر کل اتحادیه اروپایی فوتبال جانی اینفانتینو، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا شیخ بحرینی سلمان ابن ابراهیم الخلیفه و صاحبکار از آفریقای جنوبی تاکیو سکسوال می باشند. بحران کنونی فیفا ماه می سال گذشته 2 روز پیش از کنگره این سازمان در شهر سوریخ آغاز یافت. اداره تفتیشات ایالات متحده آمریکا و مفتشان شویتزاریا 14 مقامدار بلندپایه فیفا را با اتهام رشوه‌ستانی و فساد بازداشت نمودند.